این مادری مشتیپری مهنتی به ناگاه به دام دنیای تاریکی غلطید و یک باره روزگارش سنگین و طاقت ناپذیر گردید. مصیبتی به سر زینب شورپیشانی آمده از سالت دیگر قهرمانان برنامه‌مان به کلی فرق میکند. پس از بیماری التهاب شش، پوست بالایی چشم این مادری به تقدیر پایان فرامده دیگر گشاده نشد، حالانکه او قدرت بینایی دارد. بیماری ما همه که یک سال شد کمتر همی تمپراتور خطی، کمتر همی عصبانیتی، همه خطی مچتون در خواب کردن مرا. همه حساب نفس گیری، دلتنگی داشتم، نفس گیری و یک کسل ابرو وردن، پنیمانیای وزمین خطی مرا خوابوندن. از او جساق سلامت جوابم دادم. اومدم 4 روز خانه ده که با قربالا بردم، بیمارخانه قربالا ده بردم. 15 روزیگه خواب کردن. حسابی کمخونی، خون کمشتگی 76 بود. 15 روز دیگه اوجا خواب کردم. از اوجا اومدم دیگه چشمم محکم شد. مرا به بیمارخانه مرکزی چشم بردن. وزارت تندرستی به حد دستگیری کردن. می ندارم از اون دستگیری کردن، لیکن نتیجه نداد. و اون میگن که همش ناز بیناییش سوز، داولینیش سوز هست، فقط همی پوست چشم کمتر فرامدگی است. من میخوام که همی چشمم کشوده شود. همیشمو دستگیری میخوام. اگر یکم آدمی وای باشد، اگر دستگیری کنم می ندارم که با بالای سر فرزندم بخیزم کار کنم. دیگه هیچی نمیخوام. چشمم کشوده شود. چشمم کشوده بود. پروانه داشتم، بچه کما نگاه میکردم، مکتب میبردم میآوردم شد. ای همه اول اولشون با خبر بودم. خدای خداوند امید دارم انشالله کشوده میشه. من میکم در چشم چپم کم ترک، ای کم ترک هم خرکم پوچه میرم میبینم دیگه شا نمیتونم دیده. چشم میراست بشه محکمه. اچکی را بایی میمونم که مثال آدم خواهی هر کس هر خیل فکر میکنه، برایم قدر اچکی میمونم. ای خیلی ایرم توریکه خیلی راه رو را نمیبینیم. تو بچه هم نباشن، آدم نباشه برونده سوز نمیتونم رفته. نه نمیشه، نیم قدرکی نه. فقط پوست امی خیلی فرومدگی. نه 1 سال شد مجید داشتگی. دستگیری نمیکنم؟ نه کار نمیکنم. حضور شما در کجا زندگی میکنید؟ ما حضورش در مهمان خانه فرهنگ. گویا این رنج و عذاب و بیماری کم بود که با شوهر زینب او را ترک نمود. حالا بار گران زندگی بر دوش پسرچه خردسال خاندان است. زینب اسیر تاریکی گشته با 2 پسر مایوسش در کوچه ماند. او برای طبابت چشم حتی یک تنگه سیاهی هم ندارد. پسرچه هم کار میکنه، حسابی که وای در سیر کار میکنه، حسابی هوای ما ششتگی. ما خونه نداریم، بی خونه بی در. پیش شوهر قد زندگی میکردی؟ در کجا زندگی میکردی؟ ما 11 سال شده این وقتی که 2 سال در خونه خشتم آمدیم، دیگه 3 سال دیگه کوارتیرت. بعد اینجا اومدیم، این طرف کارخونه ما رو فیرود کردن، اینجا اومدیم. پیش از بیمار شدن شما کار میکردی؟ کار میکردم. 7 سال در سیرک دولتی کار کردگیم، نظارتچی. فرزندتان وزیر فرزندم شکرانه خدا. فرزندای پدرم دستگیری میکنن. می ندارم ای فرزندای پدرم، ای پسرچم دستگیری میکنن. کلونیش سیفینا پسر کلونیم در سیرک دولتی کار میکنن و ای 4 سالگیش در صحنه تاجیک کار میکنن. ما را میخورونن، میپشونن. همش با دستگیری همین پسرچه کلونی میکنن. یورده میتن بچه ها دستگیری میکنن، شدکه میکنن، جوگا جمع میکنن، همه کارا میکنن. بچه شکرون بچه وقتی که من کار میکردم تنم سیاحت بود، پروای به خونگی نداشتم. فکر نمیکردم که خونه ندارم. برای تنم سیاحت بود کار میکردم. واسه که کار نمیکنم میترسم ایجا ما را بخیزانن، ما کجا میریم؟ جو نداریم. ما نداریم سرپناه که ما را دستگیری کنن، جو کنن. ما نداریم خیلی جو. من میخوام که هم خیلی دستگیری، اگر یکم آدم خیراندیش سخاوتمند باشن، اگر دستگیری کنن می ندارم. انشالله که شده میشه. ای خداوند امید دارم که شده میشه. باوری دارم ای خدا. ما میتوانیم دست به دست شده یک جای این عائله درمانده را از چنگال یأس و ناامیدی نجات دهیم. نگذاریم
که این مادری زار و تنها نابینا شود. پس بیایید نسبت به تقدیر این مادر بی‌طرف نباشیم، دستی سخای خود را دراز نماییم.